درود شنوندگان عزیز، شرح تحولات تاجیکستان و جهان رو در نشر این ساعته برنامه اطلاعاتی خبر مستقیما روی موج رادیوی موجی میشنوید. امروز 30 ینوری 2022 است. در ناحیه اشت ولایت سوق با سابقه‌دار جنگ بزرگ وطنی عبدالقادر خولماتوی 95 ساله با فرمان پرزیدنت روسیه مدال جشنی 75 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941-1945 سپرده شد. از نام ولادیمیر پوتین جایزه را با سابقه‌دار جنگ بزرگ وطنی کنسول گنرالی روسیه در خوجند اندری وارلاموف 28 ینوری تقدیم کرده است. در هفته تقدیم مدال جشنی از نام پرزیدنت روسیه همچنین نمایندگان مقامات محلی نیز شرکت داشتند. در همین حال شورای سابقه‌داران ناحیه اشت ولایت سوق معلومات داده است که آن سالها 6784 ساکن ناحیه اشت به جنگ دوم جهانی دعوت کرده شدند که بیش از 3000 سرباز از نبردها برنگشتند. عبدالقادر خولماتوف 2 ینوری سال 1925 تولد شده 11 ینوری سال 1943 به جنگ رفته است. وی با اردن‌های جنگ بزرگ وطنی درجه 1 ستاره سرخ ژوک و مدال وتران مهنت و مکافات‌های جشنی جنگ بزرگ وطنی سرفراز گردیده است. هواپیمای مسافربر S7 با سبب تهدید حمله تروریستی فورا در فرودگاه دمدیدوی مسکو فرود آمد. خدمات اضطراری و امنیتی فرودگاه به رسانه‌ها خبر دادند که هواپیمای مذکور در خط پرواز سیمفروپول مسکو با 200 مسافر قرار داشته است. طبق اطلاع رسمی هنگام پرواز سرنشینان طیاره و خدمات نظارت پروازها به سبب آنکه که یکی از مسافران در دست با خطر تهدید ترکاندن طیاره را داشته است اجازه نشست اضطراری طلب کردند. معلوم گردیده است مسافری که تهدید ترکاندن طیاره را داشته است زن بوده در حالت مستی قرار داشته است. مقامات قدرتی ابراز داشتند که الان معاینه کرده می‌شود که مسافر چگونه از نقطه‌های نظارتی فرودگاه در حالت سرخوشی و داخل طیاره راه یافته است. کارخانه کارکرد نفت که در حدود منطقه آزاد اقتصادی دنقره ساخته شده ایستاده است به کار آماده است. به گفته از معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان تاج‌الدین جورازاده در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران قید کرده است که کارهای ساختمانی و وصل‌کنی در انشاءات به انجام رسیدند و سرمایه‌گذار لایحه علاقه قرارداد درازمدت دارد به رسانیدن اشیاء خام برای کارکرد منبعد را با مقامات بررسی کرده ایستاده است. انتظار می‌رود که اشیاء خام از کشورهای خارجی دور و نزدیک از جمله از روسیه و قزاقستان نیز وارد کرده شوند. همچنین با کشورهای ترانزیتی راه آهن داشته گفت و شنیدها ادامه دارد. ابراز داشته است معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان طبق لایحه اقتدار کارکرد مرحله اول کارگاه مذکور که در منطقه آزاد اقتصادی دنقره جایگیر است سال 500,000 تن نفت خواهد بود و اقتدار عمومی لایحه‌ای کارخانه 1.2 میلیون تن است. ساختمان کارخانه کارکرد نفت در ناحیه دنقره ولایت ختلون سال 2014 آغاز یافته بود. بعد هر سنه به کار انداختن مرحله اول انشاءات یک چند مرتبه به تأخیر گذاشته شد. حجم سرمایه‌گذاری چین در لایحه ساختمانی کارخانه کارکرد نفت 460 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. امروز ژورنالیست تاجیک دلیر شریفوف را دادگاه ناحیه اسماعیلی سامونی شهر دوشنبه به حبس پیشکی گرفت. رادیو آزادی و آزیا پلیس می‌نویسند که مقامات در نسبت دلیر شریفوف مطابق ماده 189 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برانگیختن کینه و عداوت ملی، محلی یا مذهبی اعلام داشته او را با این ماده کدکس جنایتی گمانبر می‌دانند. یادآور می‌شویم که 28 ینوری دلیر شریفوف به شعبه کمیته دولتی امنیت ملی در ناحیه شامسور شهر دوشنبه دعوت شده بود. یکی از خویشاوندان دلیر شریفوف در مصاحبه با آزیا پلیس گفته است که روز 28 ینوری کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی کتابخانه شخصی روزنامه‌نگار و منزلش را تفتیش کرده چند کتاب را مصادره کردند. دلیر شریفوف قبلا در تلویزیون دولتی سفینه همچون روزنامه‌نگار کار کرده سالهای اخیر و رسما در جای کار نمی‌کرده است. بعد دلیر شریفوف از جانب مرکز مستقل حفظ حقوق انسان وکیل دفاع جدا شده است.
حکومت روسیه تصمیم گرفته است که مهلت بستن سرحد روسیه و چین در 5 منطقه شرق دو را دراز کند. تدبیرها به خاطر پیشگیری از پنجشنبه ویروس خطرناک تاجدار که در چین سر زده است روی دست گرفته شده است. گذرگاه سرحدی که بین چین و روسیه بسته شده‌اند در حدود ولایت‌های امور، منطقه خبرسک، پریمور و ولایت بایکال روسیه میباشد. در یک جلسه کاری حکومت روسیه، معاون رئیس حکومت این کشور تاتیانا گولیکووا ابراز داشته است که مقامات روسیه چراغ‌های پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس نو به این کشور را روی دست گرفتند که این به بسته شدن نقطه‌های گذرگاه‌ها در سرحد با چین برای نقلیات زمینی تا 1 مارس سال روان سبب گردید. همچنین تا به دوره 1 مارس اگر وضع در چین برای مبارزه با کرونا ویروس به اعتدال ندرآید، پس حکومت مهلت مرزهای بسته را با چین دراز خواهد کرد. ابراز داشته است معاون رئیس حکومت روسیه. همچنین قید کرده است که در آینده نزدیک حکومت یک طرح بازگشت روس‌ها از چین را به اندیشیدن چراغ‌های دخلدار سانیتری کرانتینی و امکانی رفتن شهروندان چینی از روسیه را تهیه خواهد کرد. همچنین در فرصت نزدیک حکومت روسیه مسئله بستن راه آهن بین چین و روسیه را به بررسی می‌گیرد. مقامات روسیه تصمیم گرفتند که در زودترین فرصت در دانشگاه‌های روسیه دراز کردن تعطیل زمستانه برای دانشجویان چینی را با حکومت موافقه کنند. شنوندگان عزیز، در آخر نشر خبری با یک اعلان شما را آشنا می‌سازیم. شام جمعه 31 میانور ساعت 18 به وقت مسکو در استودیو مرکزی رادیو موجب بخش مستقیم برنامه حقوق شما با اشتراک حقوق‌شناسان ساحل مهاجرت جاری می‌گردد. شما می‌توانید سوالات خود را وابسته به حالت گرفتن منزل اقامتی بودجه در قلمرو فدراسیون روسیه و رسمیت درآوری حجت‌ها طبق طلبات قانونگذاری مهنت و کار درآمدن و از کار خارج گشتن، گرفتن مزد مهنت از کارفرما و یا کاردهنده، حمایت خود در مقامات سودی، مناسبت با پلیس هنگام واخوردن و یا مراجعت و گذشتن خط سرحدی دولتی و رادیو موجب، در SMS پیامک در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایمو، کانتکت و یا در واتساپ با شماره 8965 151 014 867 111 56 46 سوال خود را بفرستید و یا در جریان برنامه که با پخش مستقیم دایر می‌گردد زنگ زده به سوالات خود چاپ مشخص گیرید. فراموش نسازید پخش مستقیم برنامه حقوق شما شام جمعه 31 میانور ساعت 18 به وقت مسکو آغاز می‌گردد. سامیان ارجمند، شهر تحولات تاجیکستان و جهان را در نشر این ساعته برنامه اطلاعاتی خبر مستقیما روی موج رادیو موجی شنیدید. سلامت باشید.